در نخست سرخط خبرها. ادامه تقابل لفظی کابل اسلام آباد. وزارت اطلاعات و فرهنگ به اظهارات وزیر اطلاعات پاکستان درباره خبرنگاران افغانستان واکنش نشان داد. انتقاد خبرنگاران کشور از دسترسی نداشتن به اطلاعات. شماری از خبرنگاران در روز جهانی آزادی مطبوعات از دسترسی نداشتن به اطلاعات شکایت می کنند. فشارها هستند، اطلاعات بر وقت شریک نمی شود. هشدار تازه ترامپ به ایران. رئیس جمهور آمریکا گفت که در صورت بدرفتاری تهران دوباره حمله می کند. سلام، به میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز یک شنبه 13 سور 1405 هجری خورشیدی که مصادف است با 3 می 2026 میلادی. مشروع خبرها. وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی اظهارات اخیر وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان درباره خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان را غیر مسئولانه و بی‌اساس خوانده است. این وزارت افزوده که رژیم نظامی پاکستان تلاش می‌کند با چنین اظهارات توجه افکار عمومی را از حمله بر مرکز درمان معتادان در کابل و کشتار غیر نظامیان در کنر منحرف سازد. این در حالی است که عطاالله طرار وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان روز جمعه در یک نشست گفته بود که برخی رسانه‌های افغانستان و کاربران شبکه‌های اجتماعی علیه نهادهای امنیتی و دولتی پاکستان به گونه سازمانی یافته تبلیغات می‌کنند. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات بر نقش اساسی رسانه‌ها در آگاهی‌دهی عمومی، تحکیم روابط اجتماعی و ایجاد پیوند میان مردم و حکومت تاکید کرد. او از رسانه‌ها خواست فعالیت‌های خود را در چارچوب اصول ارزش‌های دینی و فرهنگی، پالیسی نشراتی و منافع کشور تنظیم کنند. شماری از خبرنگاران کشور نیز از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت می‌کنند. نسترن امیری گزارش می‌دهد. نسترن امیری هستم، خبرنگار خبرگزاری آفاق. 3 می برابر با روز جهانی آزادی مطبوعات است. روزی برای بازداشت حق دسترسی مردم به اطلاعات و تاکید بر نقش رسانه‌های آزاد در جامعه. این روز از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نامگذاری شده است تا اهمیت آزادی بیان، امنیت خبرنگاران و استقلال رسانه‌ها در سراسر جهان برجسته شود. همزمان با این روز، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در برنامه به این مناسبت بر نقش اساسی رسانه‌ها در آگاهی‌دهی عمومی، تحکیم روابط اجتماعی و ایجاد پیوند میان مردم و حکومت تاکید کرد. حیات الله مهاجر فرایی از رسانه‌ها خواسته است که فعالیت‌های خود را در چارچوب اصول، ارزش‌های دینی و فرهنگی، پالیسی نشراتی و منافع کشور تنظیم کند. آقای فراهی همچنان گفت که در سال 1404 هجری شمسی 141 رسانه جواز فعالیت دریافت کردند. د هر هیواد رسنۍ د هغه هیواد د قوانینو په رڼا کې خپل فعالیتونه ترسره کوي. افغانستان کې هم د رسنیو په برخه کې اسلامي امارت د اسلامي ارزښتونو او همدا ډول د ارزښتونو زموږ استاسو د هیواد ارزښتونو او علیا منافع چې د هغه په رڼا کې موږ او تاسو ټول کار کوو، فعالیت کوو، هغه که په هره برخه کې. مطبوعات تنها خبر و مطبوعات نیست، اینا سرنوشت ساز هستند. اگر رسانه ها با تخصصی که دارن و این تخصص را ارتقا ببخشن، ظرفیت علمی ژورنالیست های محترم کشور به ارتقا برسه و تعهد را هم در نظر بگیرن، انشالله که نمایندگی خوبی از این ملت متمدن خواهند کرد. پس رسانه ها پژواک ملت های متمدن هستند. با این حال وضعیت رسانه ها در افغانستان چگونه است؟ خبرنگاران در داخل کشور با چه چالش‌های روبرو هستند؟ چه موانع سد راه اطلاع رسانی آزاد شده و چه راهکارهایی میتواند به بهبود وضعیت رسانه ها و حمایت از فعالان این عرصه کمک کند؟ محدودیت ها و مشکلات در مقابل رسانه ها وجود دارد. فشارها هستند، اطلاعات بر وقت شریک نمی شود. من فکر میکنم اگر قانون همگانی رسانه ها توشیح شود
مشکلاتی که در فرارای رسانه ها واقع هستند با توشیح شدن همین قانون حل می‌گردد. به مناسبت این روز سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو تاکید کرده است که روزنامه‌نگاری آزاد و قابل اعتماد نقش مهمی در ایجاد صلح دارد و دسترسی به اطلاعات دقیق برای ساخت جامعه عادلانه ضروری است. این سازمان همچنین اعلام کرده است که آزادی بیان از سال 2012 تا اکنون در سطح جهانی 10% کاهش یافته است. در قسمت چالش‌های رسانه‌ها متاسفانه که هنوز هم چالش‌های زیادی وجود داره صدرای خبرنگارا که من فکر میکنم اگه حل شود ما میتونیم که بهتر کار بکنیم. اما رقمی که شما میدانین رسانه پلی است بین مردم و دولت میتونه که صدای واقعیت ها را انعکاس بده. من فکر میکنم که اگر اطلاعات دقیق و به موقع برای خبرنگارا برسه بر از اونها اجازه اشتراک در کنفرانس ها داده شود بخصوص خبرنگاران زن. 3 می در حال در افغانستان بزرگداشت می شود که رسانه ها با خلای قانون رسانه های همگانی و نبود چارچوب حقوقی روشن روبروند. در کنار آن مشکلات اقتصادی، کاهش منابع مالی، تعطیلی شماری از رسانه‌ها و محدودیت بر فعالیت خبرنگاران زن وضعیت مطبوعات را دشوارتر ساخته است. 3 می در افغانستان بیش از یک مناسبت نمادین یادآور چالش‌ها و آینده نامعلوم آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای است. پس از پایان ماموریت روزا تانبایوا به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان هنوز جانشینی رسمی برای این سمت تعیین نشده و این مقام به گونه سرپرستی اداره می شود. همزمان ماموریت این نهاد از سوی شورای امنیت برای 3 ماه تمدید شد. آگاهان سیاسی نیز از عملکرد یونما در ایجاد تعامل مؤثر میان افغانستان و جامعه جهانی انتقاد می کنند. آنها در با شرح بیشتر. با وجود آن که روزا تانبایوا پس از یک دوره 3 ساله ماموریتش به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رئیس یونما در افغانستان حدود 6 ماه پیش به پایان رسانیده بود، اما تاکنون هیچ فرد به گونه رسمی برای این سمت تعیین نشده و این نهاد در حال حاضر در افغانستان به صورت سرپرستی اداره می شود. اگرچه یونما یک نیروی اجرایی نیست، اما نقش آن در دیپلماسی، کمک‌های بشری و مدیریت روابط بین المللی افغانستان بسیار مهم می باشد و بودن آنها در افغانستان ضروری تلقی می گردد. با این حال با گذشت نزدیک به 2 ماه از تمدید 3 ماهه ماموریت یونما در افغانستان شمار از آگاهان به این باورند که این نهاد نتوانسته است در جریان ماموریت خود زمینه ادغام افغانستان با جامعه جهانی را به گونه مؤثر فراهم سازد و تعامل سیاسی لازم را میان طرفین ایجاد کند. به گفته آگاهان یونما همچنان در معرفی یک تصویر مثبت و قابل قبول از وضعیت افغانستان به جامعه جهانی موفق عمل نکرده است. یونما ونتوانید په نړیواله سطح باندې افغانستان ټولنه نړیواله ټولنې سره مدغم کی او په دغه برخه کې د په سیاسي برخه کې د تعامل رامنځته کی او له بل طرفه په افغانستان کې د شته ناورینونو په وړاندې باندې یو ښه انځور نړیواله تور کې خو په ټوله کې دغه موثریت بیا هم نسبتا منځنی بلل شو، یعنی په مرستو راپور ورکولو او د لوی سیاسي بنسټونو او بدلونونو په برخه کې بیا هم محدود پاتې شوی دا. ملل متحد ته په صادقانه ډول ورسي دلته د غربت، د بیچارهګۍ، د بیکورۍ، د مهاجرت او د اقتصادي ستونزو، د ټولنیزو ستونزو، د صحي ستونزې چې خلکو سره لاس او ګریوان دي، دا ټول هغه ستونزې دي چې خلکو سره لاس او ګریوان دي. این در حال است که اخیراً شورای امنیت سازمان ملل ماموریت یونما برای افغانستان را با تصویب یک قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد. تمدید ماموریت یونما این بار برای 3 ماه انجام شده است، در حالی که این ماموریت در سالهای گذشته معمولاً برای 1 سال انجام می‌شد. و در خارج از کشور در اوج تنش‌های لفظی تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید به بررسی پیشنهاد 14 ماده‌ای ایران هشدار داد که اگر تهران بدرفتاری کند حمله‌های هوایی بر اهداف در این کشور از سر گرفته خواهد شد. در همین حال معاون وزیر خارجه ایران گفت که طرح خود را با هدف پایان دائمی جنگ با پاکستان به عنوان میانجی ارائه کردند و اکنون توپ در زمین آمریکاست. حضرت محمدی بیغش.
چند روز پیش رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که تهران طرح 14 ماده‌ای برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را از طریق میانجی‌های پاکستان به امریکا ارسال کرده. بر بنیاد گزارش‌ها این طرح شامل تضمین عدم تجاوز نظامی، خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران، رفع محاصره دریایی بندرهای ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور، پرداخت غرامت، پایان جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و لغو تحریم‌ها بر این کشور است. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران گفته است که طرح خود را به هدف خاتمه دائمی جنگ به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کردند. اکنون توپ در زمین آمریکا است که راه دیپلماسی یا تداوم رویکرد مبتنی بر تقابل را برگزیند. جنگ لفظی میان مقامات ایران و امریکا به شدت جریان دارد. در چند روز اخیر ترامپ از احتمال حمله سخن گفته و مقامات ایرانی از دفاع قاطع. رئیس جمهور امریکا در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده که طرح پیشنهادی ایران را بررسی می کند، اما هشدار داده که اگر تهران بدرفتاری کند حمله های هوایی بر اهداف در این کشور از سر گرفته خواهد شد. او در عین حال گفته که گمان نمی کند پیشنهاد ایران برایش قابل قبول باشد. اگر ایران بدرفتاری کند یا کار نادرستی انجام دهد، احتمال از سرگیری حملات وجود دارد. ایالات متحده خیلی خوب عمل می کند و ایران به شدت به دنبال حل و فصل است. چون این کشور در اثر ماه‌ها درگیری و محاصره دریایی تخریب شده است، بعید است که این پیشنهادها قابل قبول باشد و ایران بهای کافی برای اقداماتش نپرداخته است. در حال ایران پیشنهادی برای رفع تهدیدها در تنگه هرمز به امریکا ارائه داد که ترامپ پیش از این اعتراف کرد که کشورش با محاصره و توقیف کشتی‌ها مانند دزدان دریایی عمل می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پستی در اکس به اعتراف پسین دونالد ترامپ در ارتکاب دزدی دریایی علیه کشتی‌های ایرانی واکنش نشان داد. بقایی گفته که این گونه اظهارات یک لغزش کلامی نیست، بلکه اعتراف سریع به ماهیت مجرمانه اقدامات امریکا علیه کشتیرانی است. رئیس جمهور امریکا آشکارا توقیف غیرقانونی کشتی‌های ایرانی را دزدی دریایی توصیف کرده و با افتخار گفته است که ما مانند دزدان دریایی عمل می‌کنیم. این یک لغزش کلامی نبوده، بلکه اعتراف مستقیم و محکوم کننده به ماهیت مجرمانه اقدامات آنان علیه نوآوری دریایی بین‌المللی است. از جامعه بین‌المللی کشورهای عضو سازمان ملل و دبیر کل این سازمان می‌خواهیم تا قویاً هر گونه عادی‌سازی چنین نقض آشکار قوانین بین‌المللی را رد کنند. با این همه تداوم تنش‌های لفظی میان ترامپ و مقامات ایران میتواند فضای بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کرده و شانس رسیدن به توافق را کاهش دهد. در صورت ادامه این روند مذاکرات به بنبست نزدیکتر شده و احتمالاً درگیری از سر گرفته خواهد شد. رسیدیم به آخرین بسته خبری از میز خبر آفاق. وقت بر شما کاش.